شیگلم 10/10. اینم نتیجه نهایی کار. عالیه. من خیلی خوشم اومده ازت. سلام، اسم من نازیلا است و اومدم با تست شیگلم. خب من اینو تازه گرفتم و کلا یک بار ازش استفاده کردم، یک بار چند دقیقه، یعنی اینجوری نبود که خیلی استفاده کنم کل موهامو، و امروز میخوام کامل تستش کنم. واسه همین این ظاهرشه میذارم از اون بر معلوم باشه، بعدا جزئیاتشو حالا مینویسم. من اینو تازه گرفتم، موهامم کراتینه من و میخوام ببینم رو موی کراتین چه نتیجه‌ای میده. و من از همون که اومدم موهامو حتی سشوارم نکشیدم، موندم که خودش طبیعی خشک بشه. اول از همه موتون رو باید تقسیم بندی کنید که بتونید قشنگ موهاتون رو فر کنید و همون تقسیم بندی رو به چند دسته دوباره تقسیم کنید، یعنی یه دونه سمت چپتون و یه دسته هم سمت راستتون. این وقتی که میخواین موهای این بر رو فر کنید باید به این سمت باشه و وقتی میخواین موهای این برتون فر کنید باید به اون سمت باشه. باز بستگی داره، بعضی ها دوست دارن که مثلا فرشون به داخل باشه، من دوست دارم فرم به بیرون باشه، به اون سمت باشه. ایوان دستم خورده. یه دسته از مو رو میگیریم، به علائم حیاتی میده و بعد دودمش رو میزنیم. نه یکم از مو مونده. خب الان تقریبا اوکی. کارش که تموم شد خودش بوق میزنه و میفهمید که تموم شده. چه بامزه شد. خب حالا این دفعه یه دسته کوچیک‌تر برمی‌دارم. ایوان اینا با هم برداشته شدن. حالا نداریم با هم چطور میشه، ولی نباید با هم برداشته بشه. الان دوباره این ور رو امتحان میکنم و تلاش میکنم که درست باشه که ببینیم چه میشود. گفتم که اولین بار هاست که دارم ازش استفاده میکنم و من میخوام فر همین جوری باشه که بعد شونه بکشم که باز شه. از این بخش یه تیکه واضح و سالم برمیدارم. الان این رو میکنید برمیگردونم اینجا. یه دسته کامل این رو منطقه علیهش میذارم. چه کار نمیکنم؟ آها کار کرد. یه دسته دیگه برمیدارم، این دفعه با دقت بیشتری. دیدم چرا اینا همه رو با هم یهو میگیره. فکر کنم تقسیم بندی هم درست نیست. خیلی نزدیک گوش و اینا نگه ندارین چون من حرارتش رو احساس میکنم.
بازم داره بامزه میشه. 3 تا درجه هم داره، 170 190 210 که خب کمترینش حرارت کمتری داره و آسیب کمتری هم به موتور میرسونه، ولی درجه های بالاتر به نظر من یک کلیپس دیگه آوردم برای بیشتر کردن تقسیم بندی ها، چون اینجوری که معلومه باید این تقسیم بندی بهتر باشه. هر چقدر تقسیم بندیتون دقیق تر و قشنگ تر باشه این فکر میکنم بهتر کار میکنه، چون یه حالتی گیرنده داره، مو رو میگیره در خودش، نمیشه خیلی نمیدونم مشخصه یا نه. کلن یه حرارت و دودی هم داره. من البته گذاشتم رو بالاترین درجهش، ولی شما برای استفاده های روزمره سعی کنید رو کمترین درجه بذارید. خیلی نازی شد. فکر کنم تو ساختمون ما مهمون یه چیزی اومده برای همسایه‌مون. بسیار سر و صداست. بسیار زیاد. بذار فکر کنم بهش کمک کرد. بذار نیازی دست نزنی، ولی دستم نزنی خودش جمع میکنه مو رو. نیازی به کمک واقعا نداره. خیلی ناز شد. خوشم اومد. این دسته باقی مونده از این ور رو من دوباره این رو برمیگردونم این سمت. هیچ انگاری جهت برعکسه. فقط من اینجوری حس میکنم. یعنی این ورش اون وره، اون ورش این وره. من توقع داشتم که مشابه باشه. کمتر از 10 ثانیه میده بیرون. وای چقدر عروسک شد. شبیه عروسک‌های قدیمی بود. نمیدونم شما داشتین یا نه. یه سری بانوی پرنسس بودن که لباس اکثرا عروس‌ها اینجوری توری و اینا داشتن. موهاشون اینجوری فر میشد. داری ویکتوریایی. خب من الان با این کلیپس این فرهایی که درست کردم رو میگیرم و با این یکی که رو سرم مونده برای تقسیم بندی رو انجام میدم. چون اومدم روی کار این رو یه ذره لایه نهایی رو جدا و نازکتر و کمتر برمیدارم. این رو من یه جوش بزرگ اینجا زدم. جوش نیست، بیشتر کار گزش حشره باشه، ولی خب تو پاییز دیگه حشره هنوز هست. من فکر کنم اونا برای تابستون بودم و دیگه از اینجا مهاجرت کردم رفتم. میخوام یه کوچولو موهای جلو من بهش بدم که انجام بده. الان دوباره با برش گردونم به این سمت. اینجوری هم نگه دارید بهترین حالت فرق میده. 4 5 6 7 کنم چقدر ناز خیلی ناز میشه. حالا موهای خواهر من کاملا فره، کراتین نشده، هیچ کاری روش نشده و فرو خیلی بلنده. یک بار باید رو موهای اون هم امتحان کنم و بذارم. بچه ها این نگه داشتن اینجوری عمودی خیلی توی منظم جمع کردنش کمک میکنه. اینو من تازه فهمیدم. باید پس اینجوری نگه داریم کاملا. اینا بعد من یه شونه دندون درشت میزنم که همش فرا باز بشه. یعنی این فر انقدر من لوله‌ای اصلا نمیخوام. این اول این رو اعلام کنم که اگر شما مثل منی بدونید که این فر اینجوری با مزه است، خب نه این که اینجوری بمونه. یا شونه کشیده بشه فر نرم و رها و قشنگی بده. بخش بالایی موم رو هم همونطوری فر کردم، یعنی دسته بندی کردم، ولی بخش بالایی رو سعی کردم دسته های کوچیک‌تری کنم. فکر کنم اینجوری معلوم باشه. و این نتیجه نهایی دستگاه شیکلمه و من
میخوام با یه شونه، البته شونه دندون درشتر، ولی الان دیگه فهم همین دم دستمه، موهام روی دور شونه بکشم که از این فر ویکتوریاییش خارج بشه. میکنی خیلی من سعی میکنم یواش این کار رو بکنم که این خراب نشه. اینجا رو فراش ریستره دور شونه رو میزنم که کامل این باز بشه. خیلی هم سعی نمی کنم بازش کنم و از یه روغن خیلی سبک استفاده می کنم. خیلی بهتر روغناتون سنگین نباشه که فقط یه برقی بیفته لاش. خب من حالا کامل برمی کردم که شما پشت کار رو هم ببینید. آها فکر کنم معلوم میشه. خب نتیجه برای من به نظرم عالی بود. من خودم خیلی راضیم و خیلی هم حال کردم با مدلش. خیلی خوبه.